سلام دوستان، به ذهن آگاه خوش آمدید. در این مدیتیشن به شما کمک می‌کنیم تا ذهن و قلبتان را برای جذب روابط سالم و محبت آمیز باز کنید. یک مکان آرام پیدا کنید. چشمانتان را ببندید و خودتان را برای دریافت عشق و انرژی محبت آمیز آماده کنید. یک نفس عمیق بکشید. هوای تازه و انرژی مثبت را به درون خود بیاورید و به آرامی بازدم کنید. با هر بازدم تمام نگرانی ها و تنش ها را از بدن و ذهن خود رها کنید. احساس کنید که بدنتان در حال سبکتر شدن است و با هر نفس به آرامش و صلح بیشتری دست پیدا می کنید. تصور کنید که در قلبتان یک منبع نور درخشان از عشق و محبت وجود دارد. این نور به آرامی در حال بزرگتر شدن است و تمام بدن شما را فرا می گیرد. این نور گرم و درخشان پر از انرژی مثبت و عشق است که شما را از درون پر می کند. اکنون تصور کنید که این نور به بیرون از بدنتان انتشار می یابد و به اطراف می درخشد. این نور به شما و تمامی کسانی که در زندگیتان هستند عشق و محبت می‌فرستد. هر بار که نفس می‌کشید احساس کنید که این انرژی مثبت در حال گسترش است و به شما کمک می‌کند تا روابط سالم و محبت آمیزی را جذب کنید. شاید در گذشته با مشکلات یا محدودیت‌هایی در روابط خود مواجه شده اید. حالا زمان رهایی از آنهاست. تصور کنید که تمام این محدودیت‌ها مانند زنجیره‌هایی هستند که با هر بازدم یکی یکی شکسته می‌شوند و از شما دور می‌شوند. شما آزادید تا عشق و محبت واقعی را به خود جذب کنید. اکنون تصور کنید که در حال جذب روابطی هستید که پر از احترام، درک و عشق متقابل هستند. این روابط شما را تقویت می کنند و به شما حس خوشبختی و آرامش می دهند. با هر نفس احساس کنید که به این روابط نزدیک و نزدیکتر می شوید و آنها را در حال ورود به زندگی خود می بینید. یک نفس عمیق دیگر بکشید و به آرامی بازدم کنید. شروع کنید تا آگاهیتان را به لحظه حال بازگردانید. انگشتان دست و پایتان را تکان دهید و وقتی آماده بودید به آرامی چشمانتان را باز کنید. از خودتان برای این زمانی که به جذب عشق و محبت اختصاص دادید تشکر کنید. شما لایق روابط سالم و محبت آمیز و پر از عشق هستید. ممنونم که در این مدیتیشن با من همراه بودین. ناماسته.